همزمان با آمادگی آمریکا و اسرائیل به بمباران گسترده تأسیسات انرژی ایران طی روزهای آینده، وزیر خارجه جمهوری اسلامی بریتانیا را تهدید کرد که در همکاری نظامی با ایالات متحده تجدید نظر کند ورنه هدف مشروع خواهد بود. دونالد ترامپ میگوید زمان ضربه سخت به ایران فرا رسیده و می‌افزاید مقامات تهران دروغ میگویند و روی اعصابش را میروند و دیگر قابل اعتماد نیستند. بینندگان یک در سراسر جهان سلام. من اسمر افضلی، همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی 2 و دکتر حمیدالله مفید آگاه ارشد روابط بین الملل از آلمان این ساعت خبری و تحلیلی را تقدیمتان میکنیم. سلام زریر، خوب است از اینجا آغاز بکنیم. پس از نشست کمپ دیوید گویا آمریکا تصمیم حمله به زیرساخت‌های ایران را گرفته. جزئیاتش چی است؟ سپاس بانو افضلی، درود به دکتر مفید گرانارج و بیننده‌های عزیز. ظاهراً چنین به نظر میرسه هرچند قبل از پایان جنگ 12 روزه و قبل از پایان جنگ 40 روزه در اوجشان و بعد از او حدود 10 مورد دیگه هم دونالد ترامپ و هم اسرائیل هم نتانیاهو و هم متحدانشان صحبت از این کردن که دارن آماده میشن به یک عملیات گسترده به هدف نابودسازی زیربناها، تأسیسات و نیروگاه‌های ایران و تهدید متقابل هم از طرف ایران شد که منطقه را در تاریکی فرو خواهد برد. حالا یک بار دیگر به اون آستانه نزدیک شدن، ولی ظاهرا متفاوت. چرا؟ حدود 5 رسانه جریان اصلی ایالات متحده آمریکا، چه مخالفان چه کسانی که دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار میدن مثل CNN و نیویورک تایمز و چه رسانه‌های مثل فاکس و همچنان خب در فاکس که خود دونالد ترامپ و مارکو روبیو اینا مصاحبه‌ای هم انجام دادن، ولی CNN و NBC و CBS و بقیه رسانه‌ها، وال استریت جورنال مفصلا به نقل از منابعشان گزارش دادند که براستی پس از کمپ دیوید این بار تصمیم نهایی است و واقعا در حال آمادگی شتابناک است آمریکا برای بمباران شدید تأسیسات برقی، نفتی و انرژی ایران. و در پاسخش هم دیدیم که ایرانی ها یک چنان تهدید را منتشر کردند و ظاهرا این بار اسرائیل هم به کارزار نظامی میپیونده، چون اگر تأسیسات ایران زده شود در فهرست اهداف ایران در صدرش تأسیسات انرژی و تأسیسات اتمی اسرائیل است، چون آمریکا هم گفته میشه که بمباران را از حملات بر کوه کلنگ آغاز خواهد کرد، شاید نتنز و فردو و اصفهان را بار دیگر بزنه و همچنان بقیه نقاط مرکزی و اطراف تهران را شاید بسیار عملیات گسترده انجام بده و گویا یک طرح 2 هفته‌ای برای عملیات است. به هر حال همچنان هم امکان داره که تهدید باشه، امکان داره برای امتیازگیری باشه و یک سری اتفاقات در دنیای دیپلماسی در حال افتادن باشه که هنوز هماهنگی نشده باشه، ولی در این هفته مشخص میشه. سپاس. دکتر مفید سلام و تشکر. آیا آمریکا و اسرائیل سرانجام به نقطه‌ای که خطرش وجود داشت رسیدن و حملات ویرانگر را آغاز میکنند؟ درود و مهر جاودانه به شما کدبان افضلی و جناب زریر بزرگوار، همکاران تکنیکی و بینندگان گران ارجمند. وضعیت در به اصطلاح خلیج فارس به طور بسیار گسترده در حال تغییر است. ایالات متحده آمریکا شخص آقای ترامپ در نشست کابینه‌ای که در کمپ دیوید ایالت مریلند بر نخستین بار برپا ساخت، در اوجا تصمیم اتخاذ کرد تا به شکل بسیار گسترده در همکاری و همسویی با اسرائیل عملیات به اصطلاح بنیادی را علیه ایران انجام بدهد. شخص به نام الیوس ماینر که نویسنده است و تحلیلگر است و قبلا استاد دانشگاه بودند، در نیوز فوکس گفته بسیار بصارت که اگر ایالات متحده آمریکا با این با اصطلاح گربه و موش بازی خاتمه نده و به ایران به طور قطعی به خدمتش نرسه و تمام بنیادی ترین اساسی ترین بخشایش نابود نکنه، ایران به مذاکره آماده نیست و به اصطلاح در این حالت ادامه میده. اما آیا ایالات متحده آمریکا توانایی نابودی تمام بخشایی را که بار بار اعلان کرده داره؟ مثلا برمیگرده به گزارش دیگه که من خدمت شما عرض میکنم که قرار است تا در این هفته 9 از راکت‌های QW12 و FN16 9 راکت‌های دافع هوایی سرشانه‌ای که امتحان از او در چین گرفتن و امکان داره که طیاره F16 و F35 امریکایی
اسرائیلی رو بزنه، در اون حالت ایالات متحده آمریکا به اصطلاح به یک اسباب محجبره جدید روبرو خواهد شد که اگر 3 یا 4 فروند طیاره F-35 F-16 رو بزنه، دیگر نوعیت بمباردمان ایالات متحده آمریکا با طیاره B-1 و طیاره B-52 با اونها هم به دشواری روبرو میشه. بنابراین تمام بود و نبود آمریکا هم هست. اما راکت‌های به اصطلاح تام هاوکش که مقدار از او تقریبا 2300 دانه بود، حالا به 787 دانه 827 عدد پایین آمده. راکت‌های تات و پاتریوت هم بسیار پایین آمده، تات از 452 و 278 آمده. و خودش بیانگر از این است که ایالات متحده آمریکا در جنگ اگر کدام رویدادی از چین واقع شود یا فدراتیو روسیه واقع شود یا جهان دیگه رویداد رخ بده، در اون حالت ایالات متحده آمریکا وضعیت دفاعیش وضعیتش خراب میشه. یعنی آمریکا تمام نیروی خود آورده را میجه. و جالب است که در این گزارش آمده که هرگاه قرار شود تا دوباره راکت‌های تات، پاتریوت و تام هاوک ساخته شود 3 تا 5 سال نیاز داره و به این مورد ایالات متحده آمریکا یک تخصیص نزدیک به 18.2 میلیارد دلار تخصیص داده برای خرید این افزار جنگی که باید آمریکا کمپانی‌ها بسازن. به این حالت من فکر میکنم که با این بررسی که در این نشرات شد و خدمت شما عرض کردم، من فکر میکنم بازم تهدید است، شاید مثل همیشه هم عملیات‌ها را انجام بده. حتی اسنادی که نشر شده نشان میده که ایران با سازی به سرعت جریان داره، دوباره پلای را که ایران کرده امریکا ساختن و تصاویری که از طریق به اصطلاح ماهواره‌ها بازتاب شده و همچنان پل‌هایی را که تخریب کرده بودن، راه قطار ترانسپورتی که ایران کرده بودن، اونا رو دوباره ساختن و ایران به بازسازیش به سرعت ادامه میده. با آنچه که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل اخطار میتن، از این زیادتر فکر نمیکنم که غیر از اینکه از اسلحه افزار اتمی استفاده کنه و اگر قرار شود که ایران دافع هوا پیدا کنه، دیگه در حالت جنگ حالت بسیار شگفت‌انگیزتر به خود خواهد گرفت. سپاس. خب حالا ضریر به این موضوع هم بپرداز که جمهوری اسلامی چی موضعی دارد و تهدید بریتانیا به چه معنا است؟ آیا انگلیس این بار قصد همکاری مستقیم در جنگ داره؟ جمهوری اسلامی موضعش مشخصا در طی ماه‌های گذشته بارها گفته که هر عملی که شما انجام بدین ما عکس العمل انجام میدیم و قطعا به کشورهای منطقه. و این بار رسانه‌های نزدیک به دولت جمهوری اسلامی یک فهرستی از اهدافی که نشان میده تأسیسات انرژی، نفتی و حتی اتمی، سلاح‌آمیز البته، و نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که شامل اسرائیل هم میشه را منتشر کرده که اینا اهدافی هستند که راکت‌های ما به اینا قفل شده اکنون و اگر آمریکا تأسیسات ما را بزنه، از قبل هم گفتیم حالا هم گفتیم که ما منطقه را به تاریکی فرو میبریم و در صورت که به اسرائیل عملات را از سر بگیره، دیگه ما شاهد بازگشت جدی اسرائیل به کارزار نظامی به پیمانه شاید جنگ 40 روزه خواهیم بود. اما پیوستن بریتانیا به شکل تدریجی معلوم میشه به این کارزار و پس از نخست وزیر جدید ما شاهد ارتباطات، تعاملات و تحرکات بریتانیایی‌ها در منطقه بودیم. البته با توجه به حضور نظامی از قبل و وسیع بریتانیا با ویژه در زمینه دریا، نیروی دریایی، ما شاهد این بودیم که همیشه در ارزیابی او احوال خلیج فارس و کلا دریای که خاورمیانه در بر میگیره، دریاهای پیرامونش، چه دریای خزر، چه دریای سیاه، چه دریای سرخ، همش بریتانیا فعال بودند ولی بی‌طرف فعال بودند. و حالا تماسی که عراقچی با همتای بریتانیاییش داشته هشدار داده، گفته که شما در مورد همکاری نظامی با آمریکا تجدید نظر کنین ورنه هدف مشروعی ما خواهید بود و شاید دیگو گارسیا را یا بلفورد یا دیگه پایگاهی را که میتونن تا 2000 کیلومتر بردی. حالا بردی موشک‌های ایران یک دستش گفته شد در جنگ 40 روزه مشخص شد که 2000 کیلومتر یک حرکت میکنه، بعد از 2000 کیلومتر دوباره منفجر میشه، موشک دیگه، راکت دیگه از او بیرون میآید و بعد 2000 کیلومتر دیگه او رفتار میکنه. به او خاطر به سمت دیگو گارسیا پرتاب کرده بودن. حالا این تهدید را متوجه بریتانیا کردن، تنش‌ها بین بریتانیا و ایران هم افزایش پیدا کرده، ولی مشخص نیست که واقعا ناتو یا بریتانیا یا دیگه ایتری کشورهای اروپایی، قدرت‌های اروپایی شرکت میکنن یا نه که دیدگاه دکتر مفید را خواهیم داشت. به هر حال این تهدیدات در سطح اظهارات جدی‌تر شدن. درست. آقای مفید، اگر جنبندی از بحث داشته باشید، اگر این جنگ در بگیرد احتمال شرکت کدام کشورها در دو سوی نبرد واقعا جریان داره؟ آیا بریتانیا و اروپا از این طرف و چین و روسیه از آن طرف درگیر میشن؟ البته در مورد آقای اندری بنهام صدر اعظم جدید که به اصطلاح خلف آقای کی استارمر است،
باید درس کنیم که آدم برخورد با ایالات متحده آمریکا بسیار مسالمت آمیز دارن. خواستای آقای ترامپ به دیدن نگریسته و طیاره بیدور در روز اول طیاره یک اجازه داد که از میدان هوایی لندن پرواز کنه و بیا ایران به بمباردمان کنه. از اون لحاظ این آدم بازم با هم حال احتیاط خود کوشش میکنه در این مسائل دخیل نسازه. چیزی که بسیار گسترده‌تر است که اغلب نشرات به این باور رسیدن که ایالات متحده آمریکا چرا دیشب ایران در کشتی را که از طریق تنگه هرمز می‌خواست از راه عمان از طریق اسکورت کشتی‌های آمریکایی بگذرن راکت زد و دیگه کشتی‌ها دور خوردن، مسیر خود تغییر دادن، طریق مسیر ایران که مسئول‌تر از گذشتن. در این مورد اتحادیه اروپا در کل تصمیم دارن بدون دخالت آمریکا. توجه کنین، اتحادیه اروپا مثل انگلستان، فرانسه، آلمان اینا تصمیم دارن بدون دخالت ایالات متحده آمریکا با ایران و عمان در یک مذاکره مفاهمه برسن تا تنگه هرمز امنیتش و پاککاری اینا رو به دوش بگیرن. این مسئله کاملا خلاف میل خاص ایالات متحده آمریکا و از جانب دیگر تقریبا رسمیت شناختن هویت تنگه هرمز جزء ملکیت ایران است. و اما من فکر نمی‌کنم که اتحادیه اروپا در این جنگ دوباره داخل شد، چون موضع‌گیری ها قبلا مشخص شده. برخی از کشورها از جمله کشور اسپانیا موضع‌گیری بسیار سرسختانه با این مسائل داره و این جنگ کاملا جنگ غیر عادلانه می‌شماره و موقعیتش موضعش هم در اتحادیه اروپا بسیار نقش برجسته است. کشورهای فنلاند، آلند، فیلیپ اینا تمام کشورهای اروپایی اغلبش در این جنگ موافق نیستن، اتریش موافق نیست و علیه از جنگ قرار دارن و میره جنگ ظالمانه میپندارن. بنابراین دخالت اتحادیه اروپا را من فکر نمی‌کنم که در این جنگ باشه. آلمان به هیچ وجه آمادگی نداره. اما تنها کشور پولند، یک چند کشور لیتوان اینا هستن که جایی را نمیگیره. اونا کشورهای بسیار ضعیف هستن که در این جنگ علاقمندی دارن. ولی موضع‌گیری چین و فدراتیو روسیه مصروف جنگ با خودش است، با اوکراین است، وضعیت چندان مناسب نیست. اما چین یگانه کشور است که از این بدبختی‌ها مسئول مونده. مقدار نفت قابل ملاحظه در اختیار داره. این وضعیت اقتصادیش هم روز به روز افزونتر میشه و اگر قرار شه و افزار جنگی دافع هوا به اختیار ایران که قرار است طریق پاکستان امروز یا فردا برسه بگذاره، من فکر میکنم که موقعیت جنگ به یک گونه دراماتیک تغییر خواهد خورد. خیلی سپاسگزارم از حضور دکتر امیدالله مفید، آقای ارشد روابط بین الملل از آلمان، همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی 2 و همراهی شما عزیزان. با بقیه برنامه‌های یک باشید.